من منتظر یک بهونه‌ام که ساکمو ببندم و برم سفر. اونم سبک و ساده. حالا اگر شما بپرسن مردم بیشتر به کدوم شهر ایران سفر میکنن، جوابتون چیه؟ مشهد، شیراز، جنوب، شمال. کدومش؟ برخلاف تصور خیلی از شما که شمال کشور رو انتخاب کردین، مشهد بیشترین حجم مسافر رو توی شهرهای ایران داره. دلیلش هم زیارتی بودنشه. البته ناگفته نماند که هزینه سفر و اقامت و هزینه خورد و خوراک تو شهر مشهد مقرون به صرف است و جزو سفرهای کم هزینه است. سفر به این شهر به صورت ریلی، هوایی و جاده‌ای امکان پذیره و سفر ریلی به خاطر امنیت و مقرون به صرفه بودنش جزو پرطرفدارترینشونه. علاوه بر زیارت حرم امام رضا، شما میتونید از دیگر مکانهای دیدنی این شهر همچون مسجد 72 تن، کلیسای مقدس، خواجه ربیع، خواجه مراد، کوه سنگی، پارک وکیل آباد، چالی دره، ترقبه، پارک ملت، کمر مقبولا، چشمه گراب، باغ نادری، حمام بیک، آرامگاه فردوسی، برج رادکان، میل اخنگان، آرامگاه شیخ بهایی، موجهای آبی، پارک ساحلی و موجهای خروشان دیدن کنید. بعد از مشهد، استانهای گیلان و مازندران جزو پرمسافرترین شهرهای ایرانه. شهرهای شمالی به دلیل داشتن جنگل و دریا به مسافران این امکان رو میده که چادر بزنن و با کمترین هزینه سفر کنن. از مکانهای دیدنی مازندران میتونیم به موزه نیما یوشیج، خوشواش، فیلبند، مازیچال، آب گرم لاویج، کندلوس، دریاچه چورت، دماوند، نمک آبرود، بادابسورت، دریاچه علیمولود و دشت نور اشاره کنیم. بعضی از جاذبه‌های استان گیلان هم عبارتند از میدان شهرداری، خانه میرزا کوچکخان جنگلی، پارک جنگلی سراوان، دریاچه سقالکسر، موزه میراث، قلعه رودخان، ساحل آستارا، خانه ابریشمی، ساحل صدف و عمارت عبدالعلی خان صوفی. بعد از اون استانهای فارس و هرمزگان جزو پرمسافرترین استانهای ایران هستند. استان فارس به دلیل آب و هوای مطبوع، وجود بناهای تاریخی و مردمانی مهمان‌نواز جزو بهترین شهرها برای مسافرته. از دیدنی‌های استان فارس میتونیم به تخت جمشید، آرامگاه کوروش، نقش رستم، باغ ارم، باغ دلگشا، آرامگاه خواجوی کرمانی، مسجد نصیرالملک، حافظیه، آرامگاه سعدی، دروازه قرآن، شاه چراغ، آبانبار وکیل، بازار وکیل، حمام وکیل و کاخ اردشیر بابکان اشاره کنیم. استان هرمزگان به دلیل داشتن بنادر، سواحل و جزایر زیبای کیش، قشم، هرمز، هنگام و داشتن آب و هوای دلپذیر در ماه‌های آذر، دی، بهمن همواره مسافران زیادی رو از سراسر ایران به خودش جذب می‌کنه. بعضی از جاذبه‌های دیدنی استان هرمزگان عبارتند از قلعه پرتغالی‌ها، معبد هندوها، کشتی یونانی، دره ستارگان، دره مجسمه‌ها، جزیره هندورابی، ساحل سرخ، ساحل نقره‌ای، فرش خاکی هرمز، دره رنگین کمان، چشمه گنو، گنبدهای نمکی، عمارت کلاهبرنگی، اسکله تفریحی. حالا شما به من بگید کدوم شهر رو برای سفر انتخاب می‌کنید؟